و در زیر قبلتو داخل میشه و معنای طور میشه که من قبول کردم تمام احکام الله را و ارکان الله را. نعوذ بالله. رکن خانه که از کدام دیوالا جور شده ای را به نام چی یاد میکنه؟ ارکان خانه. میز که کدام اینمی تخته ها و کوکه ها از پیشش میز جور شده ای را چی میگه؟ ارکان میز. ارکان چی؟ یعنی اجزای میز. ما وجودی ما و شما دست و پای و چشم و گوش و اینمی کلی روی و یا کل چی هست بگه؟ ارکان انسان است، یعنی اجزای انسان. الله جز داره؟ ترکیب یافته؟ ببینه ایدمی ملاها کل شما را اینمی گپ یاد میداد نعوذ بالله که الله جز داره و ما قبول دارم. نعوذ بالله نعوذ بالله. اینی حالات علمای ما بود که بیچاره فرق کرده نمیتونستن که آیا این کلمات درست است یا نادرست است. مقتدیای خدا، شاگردای خدا به می کلمات اینمی ایمان یاد میدادن. از همون خاطر آلی هم شاید بعضی تا نمی را یاد داشته باشه، کسی که سن سالش بالاست و ملا برش یاد داده گردنتان بسته امیطور نمی گفت برتان، حالان که اصلا وی طور است. صفت ایمان مجمل تا اینمی انداز است. آمنت بالله کما هو باسمائه و صفاته. من ایمان دارم به الله امو رقم که موسوم به نامای خود است و موصوف به چی هست بگه؟ صفات خود است. بس اونمو رقم ایمان دارم. خلاص شد ایمان مجمل. بود از وی گپ جدا است. و ارکانه اجزای ایمان و ایمان که از کدام چیز جور شده دو چیز است. اقرارم باللسان، یکی بگه اعتراف و اقرار به چی است؟ به زبان. و دوم چی است؟ تصدیق به قلب است. یعنی تشریح ایمان نمیکنه، تعریف ایمان نمیکنه که ایمان از دو چیز جور شده. او ارکانهی نیست و ارکانه است و رکنای ایمان. اینجا ملا صاحب برای ما اول رایی کرده که تو میگی نیت در زبان نیست، وی اینجا نامده. اینجا نامده که اقرارم باللسانی. ای ملا صاحب تاهاری را تعریف ایمان با نیت فرق نمیتونه. با چی نمیتونه؟ یکی تعریف ایمان یا اجزای ایمان بیان میکنه، یکی نیته. این بیچاره عالم هم خود میگه فرق نمیتونه که نیت چیست و ایمان چیست. اینجا بیان ارکان ایمان است، اجزای ایمان که ایمان از چند جز جور شده به نزد علمای احناف. و یکی نیت است. نیت کل کتابای لغت سعی کنه ارادت القلب. قصد چی را میگه؟ قصد چی را میگه؟ بازار روان استی، در خانه تو گفتی که نیت کردم میرم اون طرفی بازار؟ ها؟ گفته؟ خو یک نفر از پیشت سوال میکنه کدام طرف روان استی؟ در جواب میگی والا نیت دارم تا بازار برم. چی دارم؟ حالی تو خود در خانه نگفتی که نیت کردم میرم اون طرفی بازار؟ چطور دروغ میگی خیر که میگی نیت دارم؟ ها؟ به خاطری که قصد داری. قصد نیت میگه. حالی وقتی که نیت در دل تعلق گرفت کل اشکالات ما حل شد. مالی سجده تلاوت میتونیم. چرا؟ نیتی شهاد دارم. کمی آیت خوندم. وقتی که طرفی سجده میرم کدام سجده است؟ چرا قصد کردی در دل یا نه؟ بس خلاص. من جنازه را میخوانم به خاطر چی الله اکبر میگی؟ به خاطر بالای میت. خاص نیت است. وضو میکنی چرا وضو میکنی؟ ها؟ به خاطر که نمازم روا شه، به خاطر نماز روا. اینمی نیت است. پس شوی خیستی به خاطر چی خیستی؟ که روزه بگرفتم. بس نیت خلاص شد دیگه. حالی کدام مشکل باقی مانده؟ امت در تکلیف و عرج مردم انداخته. شما میپذیری این گپاره که مردم در تکلیف هم افتاده، نیت در زبان ضروری میدانه و در یک حدیث پیغمبر نه زبانی آمده نه فعلی. صحابی نکرده، تابعی نکرده، پیغمبر نگفته. چرا توی بدعت کرده راستی؟ و محمد رسول الله چی میگه صلی الله علیه وسلم؟ من احدثه. هر کسی که پیدا کرد، هر کسی که پیدا کرد، ملا بود، پیر بود، فقیر بود، ملنگ بود، هر کس کی بود، فی امرنا در دین ما هازا که نمی دین است که در دین ما امی گپ وجود نداره و تو دیش اضافه کرده میری ما لیس منه که از دین ما نیست فهو چی هسته؟ رد مردود است. در دین ما نیت به زبان نبوده و تو اضافه کردی. مستحب میدانیشه در دین زاید کرد یا نه؟ چرا مستحب کرد؟ شه قابل ثواب دانیست، جزء دین دانیست. اینی را به نام چی یاد میکنه؟ بگه چی یاد میکنه؟ بدعت. او بدعت پیغمبر چی میگه؟ کل بدعت و کل ضلالت فی النار.
آلی مقصد دین فهمیده؟ ملت ما درک بکنه، پیشش روشن شوه که ایمان چی را میگه. الحمدلله آلی معنای ایمان فهمیده که ایمان باور دل میگه، یقین دل میگه، با زبان اقرار کردن میگه و با اعضا عمل کردن میگه. آلی ایمان دو قسم است، یکی اجمالی و یکی تفصیلی. ایمان در بعضی آیات‌های قرآن کریم تنها مجمل آمده، یا ایها الذین آمنو، یک کسانی که تصدیق داره، باور داره، ایمان داره، باور داره. اینجا ایمان اجمالا است، اینطور تفصیل نکرده سری چی باور داره. لیکن در بعضی آیات‌های قرآن کریم تفصیل قطعش ذکر شده. مثلا در سوره بقره داخلش کل آمن بالله و رسوله و الیوم الاخر، اینطور آیت آمده. این را معرفی میکنه. در حدیث جبرئیل امین، زمانی که جبرئیل امین آمد ناشنا، کسی نمیشناخت و زانو به زانو چسباند به پیغمبر علیه السلام، سوال از ایمان شروع کرد. مل ایمان؟ پیغمبر علیه السلام گفت ان تؤمن بالله، که تو باور و یقین بکنی، به دل اقرار به زبان بکنی و عملا اینمی کار انجام بدی، به الله ایمان داری. اینا مومن بهی، یک چیزی که سرش ایمان آمده چی است؟ الله. در حدیث جبرئیل امین چند چیز ذکر شده؟ مؤمن بهی، سری کدام چیزی که باور کردن ضروری است. چند چیز است؟ الله تبارک و تعالی سرش ایمان، ملائکه الله، کتابای الله، پیغمبرای الله، تقدیر و احوال چی؟ قیامت، یعنی روز آخرت. چند چیز است؟ آمنت بالله که عوامی ما میگه، اونجا بحث بعد الموت اضافه میکنه. ضرور نیست که اضافه شود. چرا؟ ایمان به روز آخرت کل حالات آخرت شامل میشه. در آخرت اگر حساب کتاب است، اگر در اونجا مسئله چی است؟ عذاب قبر است، اگر در اونجا پل صراط است، اگر در اونجا جنت و دوزخ است، در اونجا چی است بگوی؟ زنده شدن بعد از مرگ است. کل ازی و الیوم الاخر چی است؟ داخل است. از او خاطر باز خصوصیت ضرور نیست که والبعث بعد الموت بگویم. بعث بعد الموت در الیوم الاخر داخل است. از امو خاطر در احادیث 6 چیز به نام چی یاد میشه؟ مؤمن بهی. آلی برادران و خواهران چی ضرور است؟ اگر از یکی از برادر مسلمان و خواهر مسلمان سوال شود که تو ایمان به الله داری، چی رقم ایمان داری؟ تو برای من خود تشریح کو برادرم، امی خواهرم، تو خود گفتی که من ایمان به الله دارم، چی رقم ایمان داری؟ سبز است، سیاه، سفید است، چی رقم است؟ چون برادرای ما این گپا را نخوانده، نه ملاسه برش گفته، بس دیگه ولی ایمان دارم، چی رقم ایمان داری؟ اینجا است که ما ضرورت داریم که ایمان بفهمیم. بالای الله چی رقم ایمان داریم؟ عقیده داریم که الله ذات واحد و چی هسته؟ الله قل هو الله احد. در ذات خود یکی، در صفات خود یکی، در افعال خود. الله تبارک و تعالی شریک داره، در ذات خود شریک داره، در صفات خود شریک داره، در افعال خود شریک داره. این نظام که میچلانه کسی شریک داره؟ این مخلوقات که پیدا کرده شریک داره؟ بری کسی ایسو برخ داده؟ نه. قرآن تشریح نمیگه، پاره میکنه براتان. یک قل هو الله احد بری تو معرفی میکنه که ایمان به الله یک معنا داره، که الله یکی است در ذات خود، در صفات خود، در افعال خود، کسی امرای شریک. دیگر چی رقم ایمان داری؟ عقیده دارم، با زبان اقرار میکنم و عملا امیر انجام میدم که الله صمد است. چی است؟ بی نیاز است. با کسی ضرورت داره؟ با وزیر ضرورت داره؟ با مشیر ضرورت داره؟ با اعوان و با اسباب و با این گپا ضرورت داره؟ اذا اراد ان یقول له کن فیکون. کل مخلوق صمد معنای چیست؟ کل مخلوق ضرورت و حاجت خود با کی پیش میکنه؟ با الله. تو باید عقیده داشته باشی. حاجت خود با غیر الله که ما فوق الاسباب است، در ایاک نستعین خواندیم، با کسی دیگر پیش نکنی. اگر پیش کردی ایمانت بالای الله قطعا غلط شد. چرا که صمد صفت کی بود؟ او صمد معنیش چی بود؟ کل مخلوقات محتاج کیست؟ و الله محتاج کسی. این معنی صمد است. کسی داره قطعی الله یک رشته و رابطه؟ نازدانه خوب باشه، بچه الله خوب باشه، نعوذ بالله، دختری الله خوب باشه. مثل که مشرکا عقیده داره. امروز مسلمانان میگن نازدانه هاسته. قرآن میگه نه، لم یلد
ولم یولد. نه کسی را زاده، قطعی کسی رشته قرابت نداره. ولم یولد، نه کسی چیسته بگوی، نه الله از کسی زاده شده، یعنی نه پدر و مادر داره و نه خودش پدر و مادری کسی است. خلاصی سخن گوی هم مسائل تانه سری مخلوق قیاس نکنی از الله را. ولم یکن له کفوا، مثالا به الله ذکر نکنی. هیچ وقت هیچ کس مثال برای الله مماثل یا مشابه به الله شده نمیتونه. تو باید امی عقیده را داشته باشی. این میره ایمان به چی میگه؟ الله. دوم گفه براتان میگم، ایره به خاطر میگم که در بخش عقیده ما بیست تعلق داره و بسیار ضرور است برای ما. ایمان و ملائک داریم. برادرها و خواهرها خوب متوجه باشه، الله تبارک و تعالی رحم بکنه. ما قبل از خواندن ترجمه و تفسیر برای ما همینطور بیان شده بود که دو ملک است. ملائک با الله تبارک و تعالی در بالا ما بین خود جر و بحث کرد. جر و بحثی طور شد وقتی که الله گفت که انسان مخلوق خیلی بهتر و مسیکو در وجود ازوا خواهشات نفسانی را هم گذاشتیم، خب بازم عبادتی مرا میکنه. ملائک لاف زدن که ما هم میتونیم در این میدان کامیاب شیم، همین رقم صفتایی که به انسان داده ما را هم بده. میریم در دنیا باز میبینی که چطور عبادتی تو را میکنیم. میگه مقابله وقتی که لاف زدن، امو بسیار معتبرترین ملک که خیلی عبادتی درست میکرد، عالمشان بود، هاروت و ماروت بود، و ایره الله در زمین روان کرد، مرکب کرد در وجودشان خواهشات نفسانی را. اینجا که یا مرکب کرد، زهره آمد مچم کدام کار و ضرورت داشت، یا مطالبه نعوذ بالله زنا از پیشش کرد، بسیار زیبا بود. زهره برشان گفت که نه، من این کار قطعتان کرده نمیتونم تا وقتی که به کدام چیز من عقیده دارم سجده نکنه، شراب نخوره و فلان کس که من قطعش دشمنی دارم او را نکشه، تا او وقت من قطع شما این کار نمیکنم. امی دو قتل کردن، سجده به بت کردن و چیسته شراب خوردن، بعد از او قطعی زهره زنا کردن. چهارم شرطشانم تا که اسم اعظم برای من نشان نده، اسم اعظم هم برشان نشان داد. هم زنا کردن، هم شراب خوردن، هم قتل کردن و هم چی کردن؟ بت به بت سجده کردن. خود چون که اسم اعظم به زهره نشان دادن، زهره شد. آلی یک سیاره است در کجا؟ در فضا. این اردو هاروت و ماروت مورد عذاب قرار گرفت، سر به تاراق در چای بابل است. اگر هر قدر که ما نماز خفتن پسان میخوانیم، سر از یا عذاب چیست؟ سبک میشه. از او خاطر باید نماز خفتن پسان بخوانیم. شما را به الله قسم، امی عقاید فعلا در بین مردم وجود داره یا نداره؟ در حالی که این طور عقیده کفر است، نعوذ بالله. الله تبارک و تعالی ملائکه تعریف میکنه لا یعصون الله ما امرهم، و نافرمانی رب نمیکنه به اندازه رب زدن چشمم در آن چیزی که الله یارا مامور ساخته. کدام وظیفه که داده فرشته ها مکمل تابعداری میکنه. قرآن اینطور میگه ما چه قسم عقیده داریم بگوی. و ایده کتاب نوشته شده به نام قصص الانبیا، مردم ایره میخوانه گریانا میکنه دیش. قصص الانبیا را که بخوانه یک قدر مزخرفات دیش است. در تفاسیر نوشته شده، به نام تفسیر نوشته شده. الحمدلله در دین الله علمای برجسته، علمای ناقده هوشیار و زیرکه که معلومات کافی در احادیث پیغمبر داره، و خیستن اینمی مزخرفات و اسرائیلیات چی کردن؟ کشیدن، به مردم دین صافه نشان دادن، وگرنه مردم تباه و برباد بود. او روز براتان گفتم جنگنامه ها را خوانده یا نخوانده؟ خوانده یا نخوانده؟ میگه امیر حمزه رضی الله عنه که میرفت، امیر حمزه برش میگه کمی درخت میگرفت، کمی از امیر شم میکشید که میزد کافر. این در کدام سند آمده؟ کدام دروغی بزرگ است؟ این صحابه را برای ما چی معرفی کرده؟ راستیتان بگوی، انسان ها یعنی که یک مخلوق دیگه. عجیب نیست؟ اگر آدم یک مخلوق دیگه باشه خب باز کمال نداره. در مورد ملائک توری عقیده است، حالان که عقیده به ملائک نموسته، کدام صفاتی که در قرآن و حدیث صحیح برای ملائک ثابت است، ما سرش باور داریم. ما باور داریم ملائکه مخلوقی است که از نور پیدا شده،
جسم نداره، ذکوریت و انوثت نداره، خوردن نوشیدن نداره، غذای از یاد از وا عبادت است، تسبیح و چی است؟ تحلیل است و موظف شده بالای کارها. الله زیر فرمان اراده الله کارا را انجام میده. مختلف قسم ملائک می باشه. ملائک است که موظف است به حفاظت انسان، ملائک است که اعمالنامه را نوشته میکنه، ملائک است که به انسان دعا میکنه، ملائک است که روح قبض میکنه، ملائک است که در آسمان در عبادت الله چی است؟ همیشه مشغول است. رقم وظایف الله برش تقسیم کرده، مکلف کرده که از وظیفه ها را داشته باشه. عددشان غیر از الله دیگه کس نمیدانه. مقربترین ملائک جبرئیل و میکائیل و کی است؟ اسرافیل و ملک الموت است و صاحب بال است. اولی اجنحت در آیت قرآن میاد. آن صفتی که برای ملک در قرآن و حدیث ذکر شده تو سرش باور داری. اینی را ایمان بالای کی میگه؟ لیکن ما تالی را نمیفهمیم. کسی از ما سوال بکنه سری ملک چی ایمان داری؟ گسنگ میشینیم خلاص، تشریح کرده نمیتونیم. سری پیغمبر رو چی ایمان داریم؟ چی رقم ایمان داریم؟ یکی تا نمیره شما معرفی کنی که از زبان شما بشنوم، بسیار خوب میشه. ما ادعا داریم که سری انبیاء علیهم السلام ایمان داریم. چی رقم ایمان داریم؟ یکی تان بگوی برادران. شیخ صاحب عبدالکریم آفرین. ما ایمان به انبیاء علیهم السلام قسم داریم که انبیاء علیهم السلام بندگان الله هستند، از خود هیچ نوع قدرت ندارند، علم غیب نمیدانند، معصوم هستند از گناهان کبیره و صغیره و هیچ امری را بدون فرمان الله سبحانه و تعالی نکردین و نمیکنند. انبیاء علیهم السلام قبل از نبوت، قبل از بعثت، حتی دروغشان با جامعه ثابت نشده، زنایشان ثابت نشده، لواطشان ثابت نشده، سرقتشان ثابت نشده، خیانتشان ثابت نشده، جنایتشان ثابت نشده، حرامخوریشان ثابت نشده، مالیاتی مخورده باشان ثابت نشده، آسان اجمالی بگو و از گناه های کبیره مکمل پاک است. صغیره اختلاف علما هست. قبل از نبوت و بعد از نبوت خلاص علم غیب نمیدانند. علم غیب انبیاء علیهم السلام افرادی هستند که برای راهنمایی به شریعت روان شد، که به شریعت در هر زمانه و تاریخ رهبری میکنه. الله تبارک و تعالی قانونی خود در مو زمان پیغمبر روان میکنه. پیغمبر قانون الله را به مردم تشریح میکنه و مردم از طرف سعادت و نیکبختی دعوت میده. در بین مخلوقات زبده‌ترین و منتخبترین افراد انبیاء علیهم السلام است که از گناه معصوم است، خصوصا بعد از نبوت. تعدادی از یا نمیدانیم بغیر از یک حدیث ضعیف که 1,24,000 آمده، لیکن چون حدیث ضعیف است از او خاطر ما محدود نمیدانیم شه، بلکه میگیم اگر کم است اگر زیاد است، خیا برای رهبری کی آمده؟ بشریت آمده. اینی را به نام انبیاء علیهم السلام. اولی پیغمبران آدم علیه السلام است به اعتبار مطلقی پیغمبر، و اولیشان که دعوت به مردم داده نوح علیه السلام است. اولی که دعوت داده. آخری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است. هر کس که بعد از محمد قائل به پیغمبر بودن شود چیست؟ کافر است. ایمان بالای پیغمبران سابقه اجمالی است و ایمان بالای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تفصیلی است. ایمان بالای پیغمبر تفصیلی است. چه رقم؟ ما پیغمبر در 3 صفت که قرآن برای ما میگه انسان میدانیم. چی میدانیم؟ عرب میدانیم. چی میدانیم؟ و مرد میدانیم شه. چرا ذکر شده در صفتای قرآن کریم؟ بشر میدانیم شه. اگر کسی بشر ندانه نور بدانه، میگه نه این جسم نداشت، این از پدر و مادر پیدا نشده، این عمر تیر نکده، ای طوری این در قبر دفن نشده، مسلمان است یا کافر؟ خب آلی ملای مشهوری در کابلی تان هم امی عقیده را داره که پیغمبر نور است، جسم نداره، سایه نداره و گریان هم میکنه که مردم قبول نداره که پیغمبر نور است، میگه جسم داره. تا آلی را مردم اینی عقیده را داره. عربیت پیغمبر اگر کسی منکر شود چیست؟ مرد بودنش منکر شود چیست؟ خب دیگه پیغمبر از جنس کی هست؟ انسانا. ملک نیست. این صفتای پیغمبر علیه السلام است. دعوت دهنده است، بشیر است، نذیر است. این کلش صفتای است که در قرآن آمده. چه صفتی داریم؟ یکی از جمله عقیده که بالای پیغمبر داریم، قول هیچ کسی را و محبت هیچ کسی را
از قول و محبت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش نمیدانیم. اگر کسی گفت نه پدر و مادر محبتش پیش از پیغمبر میدانم، مسلمان است یا کافر؟ اگر میگه که نه قول پدر خدا یا امام مذهب خدا از قول پیغمبر پیش میدانم، مسلمان است یا کافر؟ ایمان به پیغمبر تفصیلی است، اینی را ایمان میگه. این را به خاطر کمی تشریح دادم که ما در بخش عقیده باید بسنجیم، درس عقیده را شروع کنیم. درس عقیده بسیار ضرور است، مردم ما درک بکنه که عقیده چیسته. اگرچه آیات ها تشریحش خیلی زیاد شد، به می خاطر که شما یک کمی معلومات در این مورد پیدا کنید که ایمان چی معنا داره. در سری شش چیز که ما ایمان داریم، ایمان به الله مقصدش فهمیدیم، ملائکه فهمیدیم، پیغمبران را فهمیدیم، کتابا را. مشکل از کجا پیدا میشه؟ ما ایمان به کتابای الله داریم. چی رقم ایمان داریم؟ کتابایی را که الله روان کرده، در او چیسته مسائل ذکر شده که برای هدایت بشر بالکل کفایت میکرد. هر کتاب در هر زمان که آمده حق بوده، مطالبش مطابق همون زمان بوده و سبب هدایت همون مردم میشده. بس چقدر کتاب است؟ تعداد صحیح ذکر نشده. 104 کتاب میگن، لیکن در قرآن کریم و ما اوتی النبیون و هر آن چیزی که به انبیا علیهم السلام داده شده حد بیان نشده. بسیار انبیا علیهم السلام آمده، بسیار کتابا داده شده، خب لیکن مشهورترین کتابا 4 کتاب بزرگ است که تورات، انجیل، زبور و قرآن کریم است. صحیفه ها چند صحیفه در حدیث ذکر است؟ 100 صحیفه هم ذکر است. آخرین کتابا کدام است؟ سری دیگه کتابا ایمان اجمالی است، خو سری قرآن ایمان چی است؟ معنای ایمان بالای قرآن تفصیلی چی معنا؟ هر حکمی که در قرآن کریم ثابت است، یا فرضیتش بگویه، یا سنت بودنش، یا مباح بودنش، سری از او عقیده چی است؟ فرض. اگر کسی منکر شود چی میشه؟ یک آدم نماز میخونه، روزه را میده، زکات میده، روزه را میگیره، زکات میده، حج میکنه، کل منهیاتی که الله آمده خدا منع میکنه، هر چیزی را که امر کرده قبول داره. خود تنها میگه که نه شکار کردن مباح نیست، مسلمان شد یا کافر؟ کل چیزای دیگر انجام داده، چرا کافر برش میگه؟ آن چیزی که حکم قرآن ثابت میکنه مباح بودن چی است؟ شکار است. این آدم از پیش چی داره؟ انکار میکنه، کل کارا را میکنه. خب میگه نه شراب حلال است. آلی حرمت شراب به قرآن چیست؟ این آدم سرش عقیده نداره، مسلمان شد یا کافر؟ بسیار سخت موضوع است. امروز در خانه تو شوهری تو میگه نماز کی کشیده، این فرض نیست، مسلمان است یا کافر؟ با کافر این نکاح صحیح است؟ قطعا مکمل زناست نعوذ بالله. لیکن خواهری ما تا آلی رقتش زندگی میکنه، اولادایش پیدا شده، زنش یک همی شوهر همی قسم عقیده داره، میگه حجاب کی کشیده، لعنت سر حجاب نعوذ بالله، مسلمان شد یا کافر؟ چرا فرضیت حجاب به کی ثابت است؟ به قرآن، با آیت قرآن ثابت است. این میالی قطعی زن مسلمان شد یا کافر؟ شوهر قطعی از این نکاحش درست است یا غلط؟ از بین رفته، زنا هست. لیکن امروز مردم ما، ملت ما در بدر است، عمرشان تباست، اولادشان به زنا در دنیا به وجود میاد نعوذ بالله. در ماه مبارک رمضان برش میطور میگه که کسی که کی است کدام نعوذ بالله، میگه لعنت بالای الله نعوذ بالله که روزه را کشیده، اینطوری دو دشنام به الله میده، او تو برش دیگ هم تیار میکنی، شراب هم در پیشت میخوره. ای خواهری بزرگوارم، امروز دمی ساعت اعلان کو که من زنت نیستم، باید راپور بدی که اینی آدم اینی گپ میزنه، مسئولیت داری در پیش الله تبارک و تعالی، دفاع از دین بکو، تو مامور هستی، پیش دولت معرفی کشه. طلاقی طبیعی طلاق که نگیری، نکاح فسخ شدی، مرتد شده، این از دین گشته دیگه. نکاح تو قطعی از اون نیست، اگر مرد باشه شوهر باشه، اگر زنش باشه. دمی کابلتان ایتونی بسطها نفر وجود داره، در تلفن قطمه مکالمه شده، گریان کرده، زنم گریان کرده، مردم گریان کرده که چی طور کنیم زندگی را. اینی حالت ها وجود داره. ببینی چرا اینطور هستن؟ علت ایشتک اینمی مردکه و امی خواهر ما از ایمان خبر نداره که ایمان چی را میگه. کسی سوال نمیکنه دختری خود که میده بچه در کجا زندگی میکنه، در روسیه، چی عقیده داره؟ کمونیست است. او به الله عقیده نداره، او به لنین عقیده داره. او میگه قرآن فکر کونه است، افسانه های قدیمی است نعوذ بالله. کتاب لنین ای
برای ترقی بشریت و سعادت بشریت است. این تو آدم مسلمان است یا کافر؟ خب لیکن تو دختری که میدی سوال کردی؟ اینمی قسم دا فرقه های داخلی وطنی ما، اگر یک آدم عقیده داره که پیری ما قیوم زمان است، کلی انتظام زمان او میکنه، او مسلمان قیم منه یا کافر؟ چطور دختری بری از او جایز باشه؟ کسی که عقیده داره که عایشه رضی الله عنها تو ایمان تفصیلی بالای قرآن فرض است و در قرآن براءت و پاکی از زنا از عایشه رضی الله عنها را ذکر کرده قرآن یا نکرده؟ دا آیت در مورد پاکیش آمده. خو یک آدم عقیده داره که عایشه رضی الله عنها زانیه است، نعوذ بالله، مسلمان است یا کافر؟ کافر است. دختری تا چرا برش داده ای؟ او بی غیرت مومن، دختری تا چرا برش داده ای؟ بلدنگ شدیده، کشوفش موتر شدیده، سندی قوی از دکتری داره، در پیش الله متعال رفتنی نیستی،